من باید برم چمدونامو ببندم، عازم سفر هستم. آدرسم باسم اومده، میزنم توی ناویگاسیون و از اینکه با شما چند تا ریاکت رفتم بسیار خوشحال هستم. مرسی که بودی. واسکتاب چطورین بچه ها؟ خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. من الکسی هستم و امروز لیدی ای با ماست. سلام. باز اومدیم به درخواست شما از هنرمند خوش صدا زکیه یک ریاکت ویدیوی بسیار زیبا بریم. از این هنرمند ما یه ریاکت دیگه رفتیم که خیلی استقبال شده که آخر همین ویدیو براتون میذارم که حتما برید ببینید و لذت ببرید. دیگه لایک و کامنت و سابسکرایب و دیگه نباید بگم دیگه. آقا یادتون نره دیگه، خودتون میدونید دیگه. یوتیوب و الگوریتم و یوتیوب. آقا ما بریم با هم دیگه این موزیک ویدیوی بسیار زیبا رو ببینیم با آهنگ به دیدن من بیا مهتاب در اومد. به دیدن من که این آهنگ بازخوانی شده از هنرمند بسیار خوش صدای ایرانی به نام موین که نمیدونم چند سال پیش این آهنگ خونده شده و خانم زکیه این آهنگو بازخوانی کرده. بریم بدون معطلی این موزیک ویدیوی بسیار زیبا رو ببینیم. بریم. آقا بریم. من دیگه حرفی ندارم داداش. دوباره هنرمند و لباس مشکی و الکسی و ست و موی فرفری و اینا. من موزیک ویدیو رو کاورش رو دیده بودم که لباس مشکی تن ایشون هستش، ولی فکر نمی‌کردم که تو خود ویدیو هم واقعا لباس مشکی تنش باشه. و چقدر خوب شد که شما لباستون رو ست کردید. آره همه چی به صورت اتفاقی افتاده و اینا. بعد بریم ادامه رو ببینیم. حالا دیگه اتفاق دیگه پیش میاد. اشکال نداره. بسیار صدای زیبا، موافقم. بسیار خوش سیما، بله، بسیار خوشپوش، بله، همه چی عالی. الکس دی. فکر کیو میگن؟ درباره خودشون داشتن. پنپا. بله شما که بهترینید. و هنرمند. بله. و لیدی ای. بریم ادامه ویدیو بچه ها. بریم ادامه رو بریم. چشم انتظارم بیا به خونه من، به دیدن من بیا مهتاب در اومد، بیا عزیزم بیا صبرم زد. این کلاهی که سر هنرمند هستش من فکر میکنم که برای تو مجالس بسیار رسمی من دیدم که خانوما از این کلاه زیاد سرشون میذارن. خیلی قشنگه. من فکر میکنم توی لباسای محلیشون هم از این کلاها روی لباسشون استفاده میکنن. آره. ست بشه با لباسشون. آره خیلی باحاله. خیلی خوشگله. خیلی قشنگ. به نظر من آهنگ موینو خوب اجرا کرده. بله دقیقاً. همه چیش عالیه. صداشون هم که ایشون خیلی خوبه، قشنگ موزیک، ریتم، همه چی اوکیه. لباسشون هم خیلی قشنگه ایشون. خیلی عالیه. لباس خانم زکی که این ریاکت رو نمیبینه، ولی اگه یه روزی دیدی
این لباس مشکی خیلی بهتر از اون لباس قرمز است که توی ویدیو قبلی ما ریاکت رفت. بریم ادامه. اومد تو امیدی منی بگذار مردم بدونن قدر عشق تو رو تو چشمی من بخونن تو عاشق منی منظره محتاج نورم بیا گرمی بده به جون من اگر که دورم فقط یه روز تو جدا میشم سوی گوره میدون قلبم آروم ندار این یه تیکر شما بخون. میدونی قلبم آروم میدونی نداره. قلبم آروم نداره تو سینه من دل بیقراره. من فکر کنم که یه ریاکت هم از صدای شما باید برم، ولی میدونی که من دیس ریاکتام خیلی بالاست، خیلی دیس میکنم، خیلی انتقاد میکنم از ریاکتام، اشکال نداره، دوستانم میتونن ولی انتقاد مثل تو قور نمیزنم. من انتقاد درست انجام میدم، اوکی. انتقاد سازنده انجام میدم. موافقم. موافقی؟ ولی اگه گفتم صدات خوب نیستش و نمیدونم نخون و اینا، دیگه نباید بشینی اینجا گریه کنی واسه من، اشک تمسا بریزی مثل اون موزیک ویدیوی قبلی ها نشسته بودی یه ساعت گریه میکردی. چشم. موافقم. آقا جلوی شما گفته شد. دوستان ولی شما هم نظر بدید لطفا. شما هم مرسی. نظر بدید. بریم ادامه. تو سینه من دل بقراره زنجیر واکن سپا دیوانه من چشم انتظارم بیا به خونه من به دیدن من بیا مهتاب در اومد بیا عزیزم بیا صبرم سر اومد میگه بیا عزیزم بیا صبرم سر اومد. اومد. خب آدرس نداریم. آدرس هم میدیم. آقا بره ادامه. امشب من باید برم بیرون بخوابم. خورم هوا سرد شده ولی اشکال نداره. به عشق شماها من میرم توی این سرما و کولاک و یخبندون من بیرون میخوابم. آدرس داشته باشم ولی خب فرق می‌کنه. بریم ادامه. بله. موی فر قشنگ. پسشون قشنگ بیشون. به دیدن من بیا مهتاب در اومد بیا عزیزم بیا صبرم سر اومد میدون قلبم آروم نداره تو سینه من دل بقراره زنجیر واکن سپا دیوانه من چشم انتظارم بیا به خونه من آقا چشم انتظاره بیا به خونه من. خود نگاه کرد که چشم انتظارم بیا به خونه من. نه من اون. چشم انتظارم بیا به خونه من. بریم ادامه. اینا نمیتونن ما رو گول بزنن. من تا شماها رو دارم، تا حمایت شماها رو دارم، گول نمیخورم. بریم ادامه. به دیدن من بیا مهتاب در اومد بیا عزیزم بیا صبرم سر اومد به دیدن من بیا مهتاب در اومد بیا عزیزم بیا صبرم سر اومد دمتون گرم که تا آخر این ویدیو با من بودید. من باید برم چمدونامو ببندم، عازم سفر هستم. آدرسم باسم اومده، میزنم توی ناویگاسیون. و از اینکه با شما چند تا ریاکت رفتم بسیار خوشحال هستم. مرسی که بودی در کنار من. امیدوارم که در تمام مراحل زندگی با 3 چراغ سبز پیروز باشید. تا ویدیوی
نظر شما چی بود راجع به ویدیو و رفتن من؟ اولش این که من سورپرایز شدم، نمیدونم ایشون کجا میخوام برن. عازمه کجا هستید؟ لطفاً میتونم بدونم؟ دوستتون دارم، عاشقتونم. تا ویدیوی بعدی بدرود.